بخش دوم میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا این کمالگرایی سمیه. متوجه شدیم که کمالگرایی چیه، نشونه هاش چیه و در واقع خودش رو چجوری نشون میده. حالا الان میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا این کمالگرایی اینقدر سمیه. واقعا سمیه. به اینسپلورستان خوش اومدی. اینجا قبیله ماست. جایی برای اونایی که نمیخوان فقط تو اینستاگرام دیده بشن، بلکه میخوان متفاوت و تاثیرگذار باشن و جاشون رو توی اکسپلور تثبیت کنن. من نغمه تفلیسیم و توی هر قسمت با هم یاد میگیریم چطور حرفه‌ای و خلاقانه محتوا بسازیم، با الگوریتم رفیق بشیم و اینستاگرام رو تبدیل کنیم به سکوی پرتابمون. پس اگه آماده ای با قبیله ما به دل اکسپلور بزنی، بزن بریم. ببین بذار واضح بهت بگم، کمالگرایی به هیچ عنوان باعث رشد نمیشه. برای هیچ کسی تا حالا باعث رشد نشده. فقط و فقط باعث فلج شدن میشه. هیچ آدم موفق رو پیدا نمی‌کنی که بیاد و بگه من چون خیلی آدم کمالگرایی بودم امروز به اینجا رسیدم. به هیچ عنوان کمالگرایی نمیتونه و نمیتونه باعث رشدت بشه، فقط باعث فلج شدنت میشه. و تو دنیای تولید محتوا رشد از مسیر انتشار میگذره، نه از مسیر نشستن و منتظر بودن برای بهترین ایده، بهترین ابزار، بهترین شرایط. نه، به هیچ عنوان. کسی که هر هفته ویدیو منتشر میکنه توی اینستاگرام خیلی خیلی بیشتر رشد میکنه از کسی که 6 ماه نشسته تا یه دونه محتوای بدون نقص تولید کنه. مثلا خود آدم موسری مدام داره میاد میگه دیگه چرا انقدر میگیم استمرار درست مهمه توی اینستاگرام. محتوا منتشر کردن مهمه. خود آدم موسری اومده بارها و بارها گفته به صورت منظم، به صورت مستمر، هر هفته یه پست، 2 پست، 3 تا، حالا ترجیحاً ما میگیم اگه بتونی هر روز پست منتشر کنی، حالا هر روز نه، هفته 5 تا پست منتشر کن، نه هفته 3 تا پست منتشر کنی، خیلی خیلی بهتر از اینه که توی یه ماه یه پست بدون نقص منتشر کنی. قطعاً اونی که هر روز هفته 3 روز یا حداقل هفته یه دونه پست منتشر میکنه خیلی بیشتر رشد میکنه از کسی که ماهی یه دونه پست از نظر خودش بی‌نقص میخواد تولید کنه. کمالگرایی از اون چیزایی که ظاهرش خیلی قشنگه. برای همین گفتم خیلی افتخار میکنن، اصلا این برچسب کمالگرایی رو خیلی دوست دارن که من کمالگرام که فلان کارو شروع نکردم هنوز. ظاهرش خیلی قشنگه اما باطنش یه قاتل حرفه‌ایه. اینو یادت باشه. کمالگراها متاسفانه خیلی‌ها به کمالگرا بودنشون افتخار میکنن. هیچ افتخاری نداره. اول صحبتام گفتم بهتون هیچ افتخاری نداره. میدونی چرا ظاهرش قشنگه؟ ظاهرش قشنگه چون تو رو قانع میکنی که داری تلاش میکنی برای بهتر شدن. من دارم سعی میکنم که بهتر بشم. این خیلی خوبه که من به خاطر اینکه میخوام یه چیز بهتر اتفاق بیفته فلان کارو انجام نمیدم. تو رو قانع میکنه که داری تلاش میکنی برای بهتر بودن. برای همینه که ظاهرش قشنگه. ولی در واقع داره آروم آروم انگیزتو میگیره، انگیزتو میکشه و جلوی حرکتتو میگیره، جلوی اقدام کردنتو میگیره. و واقعیت تقریبا که کمالگرایی جلوی رشدتو میگیره. یک ترمز رشد توی سوشال مدیا کمالگرایی. اصلی ترین و بدترین ترمز رشد تو سوشال مدیا کمالگرایی. چون تو تا چیزی رو منتشر نکنی نمیتونی ازش یاد بگیری، نمیتونی ازش بازخورد بگیری، نمیتونی اصلاحش کنی، نمیتونی بهترش کنی. تا منتشر نکنی نمیتونی بهترش کنی. یه مثال ساده، فرض کن یه نفر هر روز داره یه ویدیو تولید میکنه. شاید هم اولین ویدیوش خیلی معمولی، خیلی ساده، نورش خیلی معمولی باشه، حتی لهجه داشته باشه، توپق بزنه، کیفیت تصویرش خوب نباشه، ولی هر روز داره یه چیزی یاد میگیره، هر روز داره ویدیوشو نسبت به روز قبل 1% بهتر میکنه. هر روز داره یه چیز جدید یاد میگیره، هر روز داره بازخورد میگیره، کلی چیزی بهش اضافه میشه. این آدم که هر روز داره 1% خودشو نسبت به روز قبل بهتر میکنه، بعد 2 ماه چی میشه؟ بعد 2 ماه 60 تا پست منتشر کرده. آیا پست 60 با پست اولش قابل مقایسه است؟ از نظر کیفیت، از نظر نحوه صحبت کردن، اعتماد به نفس و لحنش، بیانش آیا قابل مقایسه است؟ قطعاً قابل مقایسه نیست. داره تو مسیر محتوای فوق‌العاده آپلود کردن پیش میره، چون تمرین کرده، چون شروع کرده و تو مسیر بهتر و بهتر شد. حالا تو چی؟ 2 ماه داری با خودت کلنجار میری که اگه خوب نشه چی؟ اگه پستم خوب نشه چی؟ و 1001 اگه دیگه. یه بار به این فکر کن که اگه بشه چی؟
چرا همیشه فکر می‌کنیم اگه نشه چی؟ اگه بشه چی؟ اگه اون پستی بشه که ویو گرفته چی؟ اگه اون پستی بشه که برات کلی فالوور آورده چی؟ هیچ کس، خیلی صریح بهت بگم، هیچ کس از یک محتوای منتشر نشده نمیتونه درس بگیره، نمیتونه بازخورد بگیره. بذارید داستان واقعی از خودم براتون تعریف کنم. من حالا در مورد خودم هنوز صحبت نکردم، شاید توی یه قسمت از این پادکست و چنل و اینها صحبت بکنم در مورد خودم. من از سال 98 تو فضای اینستاگرام و تولید محتوا و سوشال مدیا دارم فعالیت میکنم و کلی تجربه به دست آوردم و خب آزمون و خطا کردم و یه مسیر رو همینجوری پیش رفتم تا اینکه خب بالاخره پیج زدم نشد، این کار کردم شد نشد، کم شد، خلاصه یه پیجی زدم که بتونستم تو یه تایم خیلی کوتاه 3 ماه به 120 تا فالوور برسونم. توی یه هفته مثلا شد 10 تا. ببین عددایی که میگم اصلا عددمون اصلا این 120 تا وای الان بگی این تونسته چرا من نمیتونم، نه ببین اصلا این اصلا مهم نیست. یعنی خودتون از این عدد و ویو و اینها بگید، ولی خب من مثال برای اینکه بخوام بزنم که بگم که نتیجه حالا مبارزه با کمالگراییم چی بوده، بعد همین عدد و ارقامو بهت بگم. پیج من یه پیج در مورد دیزاین بود، 120 تا فالوور توی 3 ماه گرفتم. اونجا زمانی بود که من چون کمالگرایی وحشتناکی داشتم سعی می‌کردم که با کمالگرایی، با تمرین کمالگراییمو بذارم کنار و هی خودم رو بهتر بکنم. و خب خیلی برام سخت بود. توی اون پیج گفتم که من حالا جز تمرینایی که آخر این قسمت بهت میگم که تو هم انجامش بدی، به خودم گفتم من باید هر روز برنامه چیدم، شنبه ساعت فلان، دوشنبه ساعت فلان، سه شنبه، پنج شنبه ساعت فلان باید پست آپلود کنم. این پست باید منتشر بشه تحت هر شرایطی. که خودم میخوام بکشم هر کار بکنم، یه زمان ددلاین بر خودم میذاشتم که بعد این اتفاق بیفته. و یه بار یه روزی خب خیلی تایمم کم بود، یه ویدئویی ساختم که اصلا ازش راضی نبودم، نورش خیلی خوب نبود، تو صورتم سایه داشت، یه جایی رو توپق زده بودم، اصلا یه جایی صدام قطع شده بود که حالا داشتم فکر می‌کردم خب چیکارش بکنم این که صدام قطع شده و خلاصه خیلی یعنی ایراد داشت. اصلا از نظر من خیلی ویدیو ایراد داری بود. اگر در حالت عادی بود من اون پست رو تحت هیچ شرایطی نمیذاشتم، ولی چون با خودم عهد کرده بودم که باید ساعت فلان این پست رو بذاری و تایم نداشتم دوباره اون ویدیو رو بگیرم، مجبور بودم همون رو ادیت کنم و بذارم. ادیت کردم و گذاشتم. باورتون نمیشه اون پست من میلیونی شد ویوش. یکی از پربازدیدترین پست‌های پیجم شد. چون واقعی بود، چون اصلا تایمی نداشتم بخوام هی بالا پایینش کنم. واقعی بود، اونجا لباس، اونجا حالا سایه که تو صورتم افتاده بود که موهام که از نظر خودم خوب نبود، واقعی بود. دیدن و ارتباط باش برقرار کردن. مردم با چیزی ارتباط برقرار میکنن که واقعی باشه و به شدت اگر دیده باشین اخیراً این موضوع خیلی تو اینستاگرام پررنگ‌تر شده. با یه سری آدما چرا اینقدر خوب ارتباط برقرار میکنن، چرا اینقدر رشد میکنن، چرا اینقدر محبوب میشن؟ چون خودشونن، چون واقعی‌ان. مردم با چیزی ارتباط برقرار میکنن که واقعی باشه، نه یه چیزی که شبیه یک تیزر تبلیغاتی یه برند میلیاردیه. اصلا نمیتونن ارتباط برقرار کنن با یه همچین چیزی. و جالبتر این که همون پست برای من 35,000 نفر فالوور آورد. حالا فکر کن من اون پست رو منتشر نمیکردم به خاطر این ایراداتی که داشت. فکر کن من اونو منتشر نمیکردم، 35,000 تا فالوور من از همون پست که راضی نبودم ازش گرفتم. پستی که از نظر من ایراد داشت ولی دیده شد، پسندیده شد و تو کامنتام چیزی نبود که بگم از کلا تو پیج نغمه دیزاینم من 12 تا پست میلیونی شد. میلیونی که مثلا 10 میلیون، 8 میلیون، 7 میلیون، خیلی ویوهای بالا. میگم اصلا دنبال عددا نیستیم ولی خب دارم مثال میزنم که بگم والا شده دیگه نتیجهشه. خب برای همین رشد عجیب غریبی تو 3 ماه 120 تا فالوور گرفتم. پیج خدماتی خیلی عجیب بود واقعا و تماما به خاطر اینکه من اون زمانی بود که تماما داشتم با کمالگرایی مبارزه میکردم. و نتیجهشو دیدم. مردم خوششون اومد و کامنت هایی هم که میگرفتم، نه که بگم اصلا کامنت منفی به اون صورت نداشتم، چون خیلی پستا به خاطر کامنت منفی زیادی که میگیرن اصلا وایرال میشن. من تو اون پست آموزش داشتم میدادم، چیزی داشتم یاد میدادم، نکته آموزشی بود و میگم جالبتر من 35,000 تا فالوور گرفتم و واقعا خیلی از فالوورهای وفادارمون ما دقیقاً سر همون محتوایی به ما علاقه‌مند شدن، به ما وصل شدن که از نظر خود محتوای پر از ایراد بوده ولی واقعی بوده، نه اون محتواهای سوپر ادیت شده توی استودیو و فلان و فلان. هم قبیله‌ای میخوام از این فرصت استفاده کنم و ازت بخوام که لطفاً از من و اینسپلورستان حمایت کنی. مأموریت اینسپلورستان اینه که به کسب و کارها تو فضای اینستاگرام کمک کنه که دیده،
شنیده و پسندیده بشن. میتونی با کامنت گذاشتن، سابسکرایب کردن به قبیلمون کمک کنی که بزرگتر بشه و با به اشتراک گذاشتنش با دوستات به یک نفر دیگه کمک کنی که یک قدم به موفقیت توی اینستاگرام نزدیکتر بشه. ممنونم از محبت و حمایتت و حالا برمیگردیم به ادامه صحبتامون. پس اینو یادت باشه، کمالگرایی یک جور به تعویق انداختنه. کمالگرایی یه جور ترس قشنگ رنگ شده است. بهش افتخار نکن. بذاریش کنار. باید بذاریش کنار. توی فضای سوشال مدیا میخوای موفق بشی، باید این ترس قشنگ رنگ شده تو بذاری کنار. هر بار که میگی حالا نه، یکم کامل ترش کن، یکم بهترش کن، یه قدم داری عقب‌تر میری. برعکسش چی؟ اونی که میگه حالا بذار اینو منتشر کنم، مثل کاری که من کردم، حالا بذار اینو منتشر کنم، تو بعدی بهترش میکنم، تو بعدی این ایراداتی که الان به نظرم میاد رو اصلاحش میکنم، اون داره جلو میره. یه نکته خیلی مهم، اگر از ابتدای این قسمت هیچ چیزو تا حالا یادداشت نکردی، این یه جمله رو یادداشت کن. خود من این کارو کردم، این یه جمله رو یادداشت کردم جلو آینه اتاقم، توی میز کارم، توی دفتر کارم نوشتم و گذاشتم. اینو یادداشتش کن و مدام هر روز با خودت تکرار کن. تو نیازی نیست که عالی باشی تا شروع کنی. تو باید شروع کنی و در مسیر عالی بشی. اینو یادت نره. هر وقت اون صدای کمالگرایی اومد تو ذهنت، مدام سریع اینو جایگزین کن. بگو تو نیاز نیست عالی شروع کنی. تو نیازی نیست عالی شروع کنی. تو باید توی مسیر عالی بشی. رشد توی مسیر اتفاق میفته. اول راه قرار نیست عالی باشی، اول راه قرار نیست بهترین نوربین، بهترین نور، بهترین موبایل رو داشته باشی. تو مسیر کاملش کن. من روز اول که ضبط کردم نه میکروفون داشتم نه نور داشتم. نور نداری؟ برو جلوی پنجره وایس، از نور طبیعی استفاده کن. اتاق پنجره نداره؟ برو تو فضای باز ویدیو بگیر. نور طبیعی، نور صبح، نور 11 صبح، 12 ظهر. از نور روز استفاده کن. میکروفون نداری؟ صداتو با یه موبایل از مامانت، خواهرت، برادرت بگیر، صداتو ضبط کن، بنداز روی محتوات. توی نرم افزار ادیت یکم صداتو ادیت کن، نویز صداتو بگیر. الان AI اومده، کلی کار میشه کرد. بهانه نیار میکروفون ندارم، دوربین خوب ندارم. برو دوربین یه کسی که تو فامیلتون خوبه رو برای 1 ساعت 2 ساعت قرض بگیر، برو موبایلشو بگیر، محتواتو ضبط کن. اصلا بی‌کیفیت ضبط کن، بذار همونو تو پیجت، از هیچ کی هم قرض نگیر. بذار همونو، بذار تو مسیر، برو جلو و هی دوربین اضافه کن، نور اضافه کن. کاری که خود من کردم، کاری که همه دارن میکنن، اونایی که دارن تو مسیر عالی میشن، تو مسیر پیشرفت میکنن. عوامل رشد تو، ابزار خوب، تیم تدوین، نمیدونم تیم تولید محتوا، دوربین فلان، میکروفون فلان نیست. عوامل رشد تو شروع عالی نیست. هیچ کسی تو شروع عالی نبوده. همه اون پیجایی که شما قبول دارین که امروز خوبن رو بریم پایین، برین چند سال پیششون نگاه کنین، برین پستای اولشون رو نگاه کنین، ببینین با چه کیفیتی شروع کردن. برو ببین، برو پایین، الانش رو نگاه نکن، برو پستای اولش رو نگاه کن که چه جوری شروع کرده با همون وضعیت بی‌کیفیت، صدای افتضاح، تصویر افتضاح، صدای خودش میلرزه، حرف میزنه. برو نگاه کن. هیچکی عالی شروع نکرده. و اصلا آدما دوست دارن سیر تکامل تو رو ببینن، خیلی جذابه. سیر تکامل، سیر رشد یک آدم خیلی جذابه. برو اکسپلور رو نگاه کن. 95% اون محتوایی که توی اکسپلور با موبایل، باور کن با موبایل، نه دوربین حرفه‌ای، نه توی استودیو حرفه‌ای. 95% پستای تو اکسپلور، یعنی پستایی که دیده شده و مردم پسندیدن، باور کن هیچ کدوم با موبایل، نه 95%ش با موبایل عادی، اصلا با دوربین حرفه‌ای توی استودیو خفن با یک ادیت خفن نیست. خود من دقیقاً تو پیجم همون پستای میلیونی شد که خیلی عادی، خیلی ادیتش از نظر خودم همه چیش عادی بود، حتی ایراد داشت، و اونایی که از نظر خودم یه ادیت خیلی خفن داشت اصلا ویوی نگرفت، اصلا نتیجه‌ای نگرفت. فرم مهم نیست، محتوا مهمه. تا یه حدی باید ترتمیز باشه، تا یه حدی باید درست باشه. نمیگم که شلخته و پلخته بگیر، ولی محتوای تو که مهمه، حرفی که میزنیه که مهمه. وقتی دوچار کمالگرایی میشی، مرحله بعدش دوچار مقایسه میشی. یعنی مرحله بعد کمالگرایی میشه مقایسه، که حالا در مورد این توی قسمت کامل صحبت میکنیم. ولی اینو یادت باشه، در دنیا بدون نقص بودن وجود نداره. همیشه و همیشه بهتری هست، دستی بالای دستی هست. بدون نقص بودن اصلا ما تو دنیا نداریم. کمالگراها مدام دنبالن که بدون نقص باشن، اصلا نداریم همچین چیزی. و تاثیرات کمالگرایی رو بخوایم توی تولید محتوا بگم بهتون، اینه که تو همیشه تو تولید محتوا تأخیر داری.
همیشه میگی این هفته 2 تا پست میذارم، نمیذاری. پست این هفته تو میندازی هفته بعد، استوریای امروز تو موکول میکنی به فردا. همیشه تأخیر تو تولید محتوا داری. اولین تاثیر کمالگرایی، اولین تاثیر مخربش. دومین تاثیر مخربش اینه که خلاقیت تو کم میکنه. کمالگرایی دشمن خلاقیت. اول این قسمت هم گفتم بهت، میکشه خلاقیت تو، چون ذهن تو تمرکزش مدام میره رو جزئیات، رو چروک لباس، لکه رو لباسم، آرایش رو صورتم، خالی که اینجا زده، جوشی که اینجا در آوردم، لیوانی که اینجاست. مدام تمرکزت رفته رو جزئیات، رفته رو فرم، رفته رو دورچین غذا. و این ذهن وقتی تمرکزش اینقدر بره روی جزئیات، اصلا فرصت نمیکنه خلاق باشه، اصلا فرصت خلاقیت براش پیش نمیاد. فرصت خلاقیت رو از ذهنت میگیری. و تاثیر سومش اینه که انرژی و زمان تو الکی هدر میدی. الکی انرژی و زمان تو میگیری. یه محتوای 10 ثانیه رو انقدر ادیت میکنی، انقدر موزیکش رو عوض میکنی، میبینی 2 روز نشستی پای ادیتش و تموم نمیشه. انرژی و زمان تو میگیره. تاثیر بعدش اینه که مدام ترس از قضاوت شدن داری. اون چی میگه؟ اگه خوشش نیاد چی؟ اگه مسخرم کنن چی؟ و مدام خودت سانسور میکنی. این سانسور کردن باعث میشه فرصت دیده شدن تو از خودت بگیری. واقعا این فرصت دیده شدن و تاثیرگذاری در آینده تو باعث میشه بگیری از خودت. و همیشه یادت باشه ما تو محتوا ساختن هر کدوممون یونیکیم. هر کدوممون یک، مثل اثر انگشتمون هر کدوممون یونیکیم، هر کدوممون خاصیم، یه دونه ایم، به شرطی که خودمون باشیم. اونایی که امروز از نظر خودتو خوبن، اونایی که از نظر آدم‌ها پسندیده شدن و دوستشون دارن، آدم‌هایی که خودشونن، اونایی که خود واقعیشونن. توی سوشال مدیا، توی اینستاگرام دنبال تاثیرگذاری باش، دنبال دیده شدن نباش. اصلا شعار من توی اینسپلورستان اینه. ما توی اینسپلورستان دنبال صرفا دیده شدن نیستیم، دنبال تاثیرگذاری. باید تاثیرگذار باشیم. اوکی؟ خب پس این شد در واقع عواملی که این کمالگرایی لعنتی رو ما اصلا سمی میدونیم. واقعا سمیه، واقعا سمیه، واقعا دشمن تولید محتواست، واقعا دشمن خلاقیت. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودی. تا اپیزود بعدی منتظر بهترین نسخه خودت نباش، با همینی که هستی بدرخش. ممنون برای همه حمایتات، ممنون که برای دوستات میفرستی، سابسکرایب میکنی و کامنت میذاری. تا دروری دیگر، بدرود.